تبارک و تعالی چند قسم حیوان خلق کرده. یک قسم حیوان خلق کرده برای اینکه مردم وسیله سفر باشه براشون. اسب، شتر، این حیوانات چارپاست که مردم ازش استفاده میکنن برای سفرهاشون. این یک قسم حیوانه. یک قسم حیوان خدا خلق کرده که وسیله غذای مردمه و اون مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده. اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن.